الرحمن الرحیم به ملت عظیم الشأن ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً دشمنان برای کشور پیش می‌برند. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا. حرکت عظیم اجتماعات مردم به مایه‌های مردم در همین چند روز در نماز جمعه ها، حضورشون بعد از نماز، راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که الحمدلله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار دارم. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن. این حادثه تاریخی بود، حادثه بسیار با ارزشی. مطلب دوم این است که این حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت حدود رژیم صهیونیستی به کشورمون در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودن. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه یک حرکت نظامی یا یک حرکت تندی سختی وجود داره. البته از اول حد زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینها میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای خادمان روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملتی